این اراده انسان و بعد از تقدیر. اراده انسان و بعد از تقدیر. حیات آخرت و آزادی. و آزادی انسان. آزادی. بار دیگر آزادی هم تو وقتی معین احمد جان. حاضر من از اول میفهمونم. نفهمیدم. نفهمیدی؟ یعنی آزادی، یعنی اگر حاضر ما خانه‌دار شویم، نه من آزاد هستم. هر کس در حیات خود آزادانه زندگی کند. با دوستانم ذوق مسابقه، به قهوه نوشی رفتن، سیر و گشت کردن. آها، این چه علاقه دارد؟ یعنی آزادی و من جوابگری گفتنی بودم. تمام آخر جوابگری گفتی؟ با فکری من هم با یک نقطه خوب آمدی. بله، هر دویمون جوابهای همدیگر رو باید خوب دونیم. فایده همین است. دیگر از حیات آخرت و زندگی ما. پیش از حیات آخرت باید نفقه همون رو فکر کنیم. نفهمیدم. نفقه همون؟ چی؟ نفهمیدم. میگویم که پیش از مردنمون پیران سالی همون رو خوب گذرونیم. اول نفقه همون رو توری کنیم. انا این خیلی گذرونیم. یعنی پیر میشویم. تنگ میگذرونیم پیر همون رو. راستی نمیفهمم شما چی ها میگوید خانم میشگم؟ ای آشنا، ما از نقشه سالانه گفتیم این زن از خانه دارشوی در آمد و از نفقه برآمد. کنیسپکت از چی است؟ نقشه پخشه سالانه است. اول اینها رو تمام کنیم میگویم آخر. ای وای ما نکنید احمد جان، من هستم کو یاردم میدیم به تو. احمد این چیست؟ چی چیز؟ کالپاکلیو است؟ آخر نقش کشیدی تو؟ برای چی دوک میزنید؟ این یک کالتکیلر است. نقش است. با من نقشه کشیدت رو برای چی نشون ندادی جنابی احمد؟ باز چی رو دیدم میخواستی؟ این نقشه رو تو پیش ندیده بودی؟ کجایت رو دیدم؟ اینجا رو دیدم احمد. یعنی نه کی کشیدی؟ هیچ خبر ندارم. گوش کن یک چیز رو پرسم. یعنی این رو فلسفه بری نمیپرسم، میشگم بری میپرسم. این طور نقش ها کشیدن در بدنمون جایز هست یا نه؟ نمیدونم. از کجا دونم خانم؟ مادامی که کرده ایم فتوای آن را در یگانجا خوانده ایم. من از کجا دونم؟ اما بسیار خوشو شده است. تمام اکنون نویسیم. مایلش می نویسیم. نویس. اینقدر سر و سیما با کجا؟ با دوستانم وافری دارم مادر جان. با من کلیدی ماشینت لازم بود. ممکن است به خانه مدیر میمونم. از من در تعمیر است. مایلش مادر جان گیره. من با تاکسی میروم. رحمت جانم. مایلش خیر. بای بای. چون که هیچ کس را دوست نداشت بلکه مرا دوست داشت تمام مردها. مگر این گناهی من است؟ از همین سبب تو مرا بد میبینی. اما برای چی تو را دوست دارد؟ برای چی تو را دوست دارد؟ برای چی تو را بدنی بگیرد؟ تو باره از خودت پرسیدی مگر؟ تو یک بیچاره هستی. بد نگاه کن. زنده بودنی دامولازیا را بدانی به آسمان میپری. اینجا خاطره او را داشته شین. من به نزد او میروم. بیچاره است. میبینیم کی بیچاره است. یعنی با پولی دادم در اینجا قمار بازی میکند ها؟ اکا به خدا اول به مکتب در اومد، از اون جو راست به اینجا اومد. آی شوکت افندی، تو را باید یک زیارت کنیم. اکا در همین جو است. پسرم از این شوکت یکو چیز دریافت نکردیم، اما این دیوانه کنون از کو ما را به قلت کیلس میبرد. بین پسرم از اول وی بیناموس رو محافظت میکرد، حالا هم میکند. ما را به او میبرد. دماشم پرید رفت. به خدا که دلم میکفه کتا. ای بیعقل، سرم را گرم نکن. فکر دارم. من هم آخی فکر دارم سردارم. من هم فکر دارم. عجبا
با خانم سیلین چطور تکلیفی خانه‌دار شوی کنم؟ یافتم. عجبا با ساحل بحر روم، بالای قم نویسم با من خانه‌دار میشوی سیلین جان؟ بله. نه نمیشود. یکان موج آید همه نویسندگیام رو بشوید، همه کارم ویران میشود. خودت تو رو چنان ویران میکنم که هیچ کس رو نمیبیند. انا نگفتم اکا؟ وای 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 وای، این خربچه پولهای از ما گرفته را قمار بازی میکند ها؟ شانست نمونده شود. تو شانس نداری خوشخاله. اکای کنون. اکا کانون جا خوش آمده؟ انتخاب شی. شما زود از اینجا روید. خوب شده است اکای. زود باشد. یعنی تو طهارت خانه میسازی ها؟ ای خربچه، تو مالکیت مرا چطور و در کجا استفاده میبری ها؟ چطور استثمار میکنی؟ آکای کانون جان، شما مرا خفه کردستین. بخدا من با پول شما بازی ندارم. این خیلیتی بد نکنین اکا. نخواد شما مرا ندونید. اخیز پیش دارم. کجایی تو را دانم؟ ها؟ او کجایی تو را دانم سگی دیدو؟ اگر تو دوست کلتک ایلس نمی بودی بروی توف میکردم. اما اکا جان التماس تو پوف نکنین. عیب است بخدا. مگر نمیدونید سر شوکت خیلی گپوی وزمینه نمیبردوره. من میروم. شوکت جان، او تو کجا میروی؟ کجا میروی عزیزم؟ کنی این دستانت رو بالای میزبان؟ اکای کانون جان بخیره؟ میبینین که نخونم بلند نباشه؟ اوه این چیه اکا جان؟ اول این انگشتایت رو شکنیم که دیگر قمار بازی نکنی ها؟ اکا جان شما چیکار کرده ایستاده؟ انگشتایم رو برای چی میشکنید آخر؟ برای چی در کار است؟ تو سخن من دیگر بازی نمیکنم. اکا چیکار کرده ایستاده؟ ما دشمن نیستیم تو. ای صغیره، تو با پولی خیر چه خیلی قمار بازی میکنی ها؟ اکا ها نکنین این من خیلی نگوین. من با پول شما قمار بازی ندارم. پول شما را طهارت خانه ساختستم. بچه‌ها شو نگفته، روز نگفته کار کردستن. من اینجا با پول سموسا بازی کردستم. اکا هم پولهای خودمون از کو؟ گفتم من نشکر دستمو میشکنین یا بریم اکا؟ اگم شم پیش دارم. طهارت خانه را با من نشان ده. اکا حاضر چی نشان دیم آخی؟ ساختمان ناپوره است. استادها اجازه در اومدن نمیدن. تمام شود وعده میدیم که من خودم میبرم. لینتر شما میبرین اکا. اگر اجازه تین یا طرف دیگه شما میبرم نصیب. تو چه خیلی شیطان بچه بیناموسی ها؟ تو چه خیلی بیناموسی؟ محترم کلتکیل است. چه خیلی تو بر این احمق را برادرش میخوان؟ با عقلم راست نمی آید. مرا گوش کن. روی خاطر رحمتی با تو یک امکانیتی دیگر میدیم. اگر در وی طهارت خانه من طهارت نکنم، انا همین دسته بالغ را در یک اکا جان تمام اون طرف فهمیدم، اما دمچه بغل کمتر دراز است. گمشو از اینجا. مایل شکر جان این پولو را در یگان جامونه دومولو که در خوام چیزی بگه با میگم تو. سردارم بس است اکنون این چی گپ است؟ کلتکلس مرد. ما یک اروا رو تعقیب میکنیم و من شکارچی ارواها نیستم. حالا من باید تکلیف خانه‌دار شوی کنم. بس ایلن جان با شما چند بار گفتم در این مسئله کمکم کنید لطفاً. ای بچه بی عقل، در اینجا چی بلای شده ایستاده است؟ بین با شفقت واخری کردن. انیق نزد کیلاس میروند. قطع کلتکلس بیزار خفگان. اکیونال این چی کارش که شما میکنید؟ البته کنان مرا به اون میرسوند. اکا کانون از آنجا بر آمد. تمام عملیات رو شروع میکنه. مرا گوش کن. این دفعه انیق از کانون دیوانه خلاص شدن میخواهم. 1 سال شد پایم را سر نداد. بیشرف سردار امروز تمام دوستان کلتکلاس رو به او یک جای میکنیم. تو خواطر نشو. مایلش رو. در مکتب بو میخوریم جناب احمد. تا دیدار
خدایا تا به هیچ نیکی روادم. دومولا لبای خانم میدیست؟ برای به سرتون زدنم بخشش پرسیدنی اومدم. به خدا که هیچ گپ نبود، من فراموش کردم. شما همین قدر تشویش نشوید. مرا به خانه دعوت نمی کنید؟ چرا؟ مرحمت درایید. باز یزنه دیوانه تان ما را تعقیب نکنه. نه خواطر نشوید. توبه این رو هم به خانه در آورد. ای استاد احمد رو چی برازد؟ تغییر یافته است. عقلم نمیگیرد. تشکر به شما، اما لازم نبود برای یک گوشوار خودتان را زیر خطر گذارید. باز می‌خریدم آخر. نه، یعنی رقمتون را نداشتم، اما لازم دونستم که برم. یک کاش نمی‌بردم. راست رقم‌هایمان را نگرفتیم. و باز یعنی گمان کردم که همراه برای خوراک شام خوردن روید. چی؟ مرا به خوراک شام دعوت میکرد یا اینکه نه اکنون باز چی میخواستی؟ ای آشنا چرا این را گفتی؟ دختر با یک نظر مقصدم را فهمید. دامونا خودتان را زیر خطر انداختید، یعنی گفتنیم که آمدنتان لازم نبود. من گفته بودم که این خیل نگویید است برای خودم. گرچه من گمان کردم که برای زهرا آمده اید شما. چرا برای زهرا رو ما خیل نشیناسم؟ باور نمی کنم. برای دیدن زهرا نآمده است، برای دیدن من آمده است. سلام سلیم جان. چه خیر؟ خوبم. تو چه خیر هستی؟ خوب تشکر. عادت کردی به استانبول؟ اصلا با تماشای گشتن حالا وقتم نرسیده است. می شود حالا وقتی همش می رسد. مکتب معقول شد؟ می شود، قناعتم می کند. اما یک استادی دین داریم، مردی بسیار عجیب است. تو باید بینی. همین خیل؟ یک آدمی هم خنده‌آور و هم زیرک و دانا است. با فکر من برای استادی دین بودنش بسیار زبنده است. اپای زهرا، دوست داشته پیشنهاد تو هم استاد بود؟ همانه که کلتا کلاس میگویند؟ مرحمت. تشکر. اجازه. مرا حیران میکنه دومولا. یعنی زهرا در خیالتون نیست اکنون؟ زهرا چرا در خیال من باشد؟ نمیشناسم میگوید. زهرا رو نمیشناسید؟ بله نمیشناسم. از یزنه اونال هم نمیگریزید؟ ای خانم میلیس، من برای چی از یزنه اونالتان گریزم؟ من گناهی نکردم، چرا گریزم؟ دومولا از برای خدا چرا طوری رفتار میکنید که گویا کسی رو نمیشناسید؟ چی کار کنم خانم؟ آدمی رو که نمیشناسم مانند شناسم رفتار کنم؟ چی خیلی نمیشناسد؟ چی کار کردنی است؟ ای آشنا، این دختر راستش رو میگفته باشدم؟ یا میجگان برای مرا داشتن چونین گفت؟ نه این خیلی نمیشود. خانمی تریزه تازه میکردگی همین خیلی نمیکند. آخر تمامی مکتب مرا میشناسد. نه من احمد شمشیر. دامولا من خیزم اکنون. شما رو بسیار تشویش دادم. حاضر آمدید کو؟ روم دامولا. اقلا چویتون رو نشید؟ دفعه دیگر. کیکس پسم؟ نه دامولا، رحمتی کلام. خب چی گویم دیگر؟ خیر یگان لباس پوشم. حاضر. میلش تا اون وقت من چویم رو می نوشم. نوشی جان. دامولای سخته بود.
اما در راه خودش راست بود. سینان جان، از تو یک خواهش دارم. لطفاً هر کسی که درباره او حرفی بد میگوید تو باور نکن میلش. او انسانی خوب بود. تو رو غمگین کردم. سلامتیت رو تمنا دارم. تشکر. دامولا، اکنون در خانه اتان یگان چیزم افتاد به نزدم آوردنتان لازم نیست. زنگ زنید بس است. خدا نشان ندهد من دیگر با آنجا نمیروم. میلش، تشکر میگویم. من تاکسی جغ زنم. نه این خیل نمیشود. من شما را میبرم. نه زحمت میشود. این خیل نگو جانم. چه زحمت میشود؟ مرحمت. چی خیلی یعنی؟ ماشین رو دیگر کردی دامولا؟ میدونید دلم رو گرفتن این ماشین های نو. با کلاسیک از هم دارم. همین رو گرفتم. مرحمت چینید در کشاده. بسیار شیرین نکست. بله کشاده است. من کشایم؟ کشادم. مرحمت کنی؟ جیگر زود با کار در شرمنده نکن مرا فهمم؟ زود به کار می‌دراید. دو بار تاب نمیدی. ماشاءالله. اکای کانون یگونجا مان کنید که نمیشود دیگر. چه گفته ایستاده‌ای؟ این چی اتوبوس است برای تو؟ بشین در جای نشستن. تو مکانت رو تغییر ده. سردار ماشینی کانون میوید. همه رو آگاه کن جایشان رو گیرن. مادام که کانون برای انتخاب کارتکل از اینقدر جان میکند او رو هم به نزدی و روان میکنه. اکا مخدو نمیشود. اما جون تو چه کار میکنی ایستاده ای؟ دیوانه هستی مگر؟ اکا داره ماشین سرش دیا. کشاد در را ما کن ماشین را ما کن. تیزتر در را کشاد. بچه من کار کدو. لعنت با شما بیترسان. یک باره پان تست میپشاندم. این چی گپ شده؟ کجا میدود؟ یا که کلتکیل است؟ ممکن کار بس کرده باشه با کنعان. زندگی مجبورش کرد طرف جنگل در آمد. حالا نمور با کار در جیگر. فاضل اقلم بی عقلی نکن بیا. چه جیگر؟ تمغه ماشین ویران شد دامولا؟ بله ویران شد. بعضا همین خیل می شود. من باید این را ببینم. ای خدا جان تو هم وقتی ویران شویت را یافتی. من چی میفهمم از محرک این؟ خدایا ای خدایا کمکم کن. ای خدایا با من کمک کن. من بینم از عقیب یگان ماشین هست یا نه؟ ای خدای من. ای بچه از اینجا ماشین هم نمیگذره. دامولو با من یاری دیهد. دامولو ترمز را زر کن. دامولو این نمیستد. آهسته زر کردی آخیر. یه چیکاری خدا زده ایستا. ایستا میگویم. استغفرالله. امام قشلاق آدمی عجیب بوده است. به پول هرگز دعا نمیخوانده است. مردم باشد برای خواندن این جنازه مرا دعوت کردن، اما برای برگشتن حتی راه پولی هم ندادن. بی‌ناموس‌ها. 125 کیلومتر است که من پیاده راه میگردم.
آخه برادر من یزند نباشم و من یگان چی شود جوابم را شنیدی؟ ای آخر وقتی نماز شده ایستاده است جماعت مرا منتظر است. راهم را گم کردم با خدای. خدایا من در کجایم؟ اینجا کجا است؟ داشم نزدیک نیا. دوشم یا خدایا مرا نگهبان باش. یا خدایا انا ماشین آمد. ایستا بگویم. وای آدم رو میزنم. باز همون ماشینی بیراننده هستی. ای تو بالا هستی. خدایا توبه باز از پسی من نبیا. ای نزدیک نشو. دامولو این ماشین نمیستد. دامولو از برای خدا این خدا شگفت تو مگر آدمی دیگر نیافتی؟ از پشتی من نیا. نزدیک نشو. برادر از دف شو. یک گریز میگویم تو از دست ماشین. مرا با حال خدا بگذاره. یا خداوند مهربانا یا خداوند مرا در پایه مرحمتت نگهدار باش. دف شو. این آدم مرد. من قتل شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله مردم و جنت آمدم و فکرم. یا خدایا شکر آمد. شکری بی اندازه. زنده است. دومولو من آدم رو زیر کردم. دومولو شما هستید؟ دومولو به خدا نخواست شد. نه چه جنت؟ آیا من به جهنم آمدم؟ قراولی جهنم؟ نه این ممکن است. من باید در جنت باشم. دفشن دست نزدم. شما زامبی هستید. زامبی ها. یک پلیس دیگه اشتباهی شده. بس تقریبا بلا شدی. چرا آمده آدم رو میزنی؟ دیوانه هستی تو. خدایا توبه. دیوانه. دومولو با کی گپ زده ایستاده؟ با کی گپ میزنم؟ با همین بیعقل گپ میزنم. من همین آمده همین آدم رو میزند. سرم رو در بلا میموند. این دیوانه. مرحمت شینید میروید. کار میکند؟ من از کجا میدونم؟ میبینید توضیح خواهد کار میکند نخواهد کار نمیکند. خمارش را گیرید شاید کار کند. خمار؟ چی خمارش را اینها چی کار میکنن؟ چی شد با تو؟ خیرسی کلان هدی. اتمت رو گیر. از تو خیرسی کلان نمیشود. قفا گردید زود بیرون ماشین را. همین نمیرسید. بر پدرش لعنت دفعش میکنم. سردار آدم‌های ما جایشون را گرفتند. برای عملیات حاضره. تمام کانون را با من گذار. سریع را من خودم میبرم. تمام سردار. گریزد کسی جامعش را دوست دارد. گریزد. این کی است؟ دیوانه‌وار طرفی ما میدود. برو پرونم. نه اکا صدای تیر را شنوند عملیات سر نشده تمام میشود. یکی در بدنش بابا نباشد. گریزد. زامبی میآید. گریزد. زامبی میآید. گریزد. با دقت باشید. آپراتور زامبی میرود. دیوانه هستید شما. گریز از پیشم. چه گپ است؟ این چه صدای سلاح است؟ کمو رو پرونده ایستادن. آنها دام ساختن. با طرفی راست گیر. راننده با طرفی راست گیر.
از آن را زنده نگذارد. سردار پلیس می آید. پلیس از کجا فهمید؟ در بین ما خواهی است. میرویم اما با ماشین ها زود. نگوریزه محمد خان نگوریزه نیسته. یگان کس از جاش نجنبه لیوین آمد. چی گپ است در اینجا؟ چی گپ است در اینجا؟ کلتکله در کجا است؟ کمیسر ما در اینجا جانمون رو با یک عذاب خلاص کردیم. شما باشید حالا هم رحمتی رو میپرسید. سر شما پره ویران شده است. وقت درست میگویی. کمیسر دیگه کار نداره. پس این ما رو کلاس قربقه و بس. عجبو این کمیسر همراه ما شخصی مردگی رو دستگیر کردن است یا ما خطا کردم؟ من حالا او را دستگیر میکنم. زنده یا مرده بودنش رو همه تا میبینید. ای کمیسرم ما برای همان رفته ایستاده بودیم که در اینجا آدمان سقراط بدام افتاد. تو بجای آن که از پس آنها روی از پشت رحمتی زیا هستی. هیچ نمیفهمی. یکی کانون تو چرا نمیفهمی؟ از برای خدا کمیسر از کفتکوب کردن مرده ها برای زنده ها رو دستگیر کردن دیگر وقت نمییابد. همین است. با من بازی نکنید دیوانه ها. با من بازی نکنید. همه تون میدونید که بیناموس زنده است. اما او را دستگیر میکنم. او را دستگیر میکنم. با شما نشان ای اچ مهمه کجدا کن. خفه نشوید. جینی کلتکل در درون سردارم است. بس کن. به ماشین آنها را تعقیب میکنیم. البته که آنها یه چیز را میدن. ای سردارم باز ما رو به عملیات میبره. ولی من به خانم سلید تکلیف خانه‌دار شوی رو نکردم. این رو میدونه چی میکنه. چین اکای مار قدیم شخینا کی سلاح داره. این سلاح ها رخصتنامه دارن از حساب ترس جان کمیسر اونا. من ندارم. گوش کنید با شما میگویم این کمیسر اونا اگر عقلش رو نخورده باشد من نامم رو میگردانم. زود شینید میرویم. شینید میرویم. با زادروزت سکون رو دعوت کردی؟ او می آید؟ از کجا؟ دعوت کردم نمی آید. اگر این عجینه با زادروزش دعوت میکرد سکون دویده میرفت. این انی قصد. تو چی گفته ایستاده ای؟ اگر همین خیلی سرسته ها رو گپ زدی تو هم با زادروزم نبیا. مایلش دوگونه جون شوخی کرده. اما میگویند که در هر شوخی ذره حقیقت است. ای او فیرم. دوگونه جون یک تا شوخی کردمه. مسابقه. تو برو با من پرتا. دخترم این رو دار. با من پرتا. تو چرا به امیدیه؟ جای باشه تو خوشبخت من اینجا. هم بچه پرتا. تو برو با من پرتا. استاد تمام اما نزنید استاد. ملش چی میگویی پسرم؟ استاد از برای خدا اگر ما رو دوزاره نکنید با خدا سر ما رو در بلا میمونید. پسرم برای چی نزنم خدایا توبه. استاد آرام شوید. تو برو ایستا گذارید التماس نزنید. دیگر دیرکتر با ما اجازه نمیدهد. بازی کردن نمیتوان از پشت شما. سفسطه نگو پسرم. استاد احمد لطفاً ایستید وای توپ را نزنید. این توپ را میزنم استاد. گوش کنید استادم. از برای شما شده هر ماه من گپ میشنوم. چند بار گویم ما رو هم به نظر گیرید آخی. در عرفیت میگویند یک مریض رو چی با خدا بزار کرده با همین فوتبال بازی هست. مرا گوش کنید کی با این توپ سر این فریزه رو شکست؟ استاد من اصلا به دروازه پرتافتنی بودم توپ را. التماس نزنید استاد. توبه استغفر. خب بچه ها توپ رو آنه این خیل بازی میکنیم. کنی پنشه برای بازی. زود باشید زود. اما پرتان چه آنها رو شدنی بازاری؟ بیا این رو دیده ایستاده ای؟ ای یگون فرقیت نیست. استاد احمد مانندی مسی بازی میکند. مسی؟ او کی است؟
بگیرید همون توپ رو از استاد. خدایا توبه استاد احمد که خیلی بازی کردن روی. به خدا من هم حیران شدم، اما از بالای پنج باز 5 دادم با استاد احمد. به خدا استاد ما رو هم حیران کرد. خیر استادان بیایید در روی وسیل. بیا با این طرف بیزا برادر چرا پیش استاد رو نمیری؟ میگرفتم خیلی استاد بلند است تو. نجمنا پارتو پسرم تو چی کار میکنی؟ استاد یک سوال سرم رو گران کرد. آمد رفتیم. پسرم ما بازی کرده ایستادیم. چه سوال؟ استاد سرم رو این سوال ویران کرد. ای پسرم یک طرف است. استاد در خوابم دیدم که لاتو بازی میکردم و یک موش سفید ریشدار نزدم اومد. لاتو بازی کردن جایزه است استاد؟ آره میدونی من در خوابم دیدم لاتو بازی کردم. ای پسرم این چی سوال است؟ استاد یک موش سفید ریشدار است، بعضا به خوابهایمان میدراید، به نور است. وای پیشکی کدام رقم ها میبراید به ما میگوید. ما چیکار کنیم استاد؟ من نفهمیدم شما در حق موش سفید ریشدار چه خیلی عقیده دارید. موش سفید ریشداری گفتگی تو رقم لاتو میدید و انسان چه خیلی رفتار و مناسبت کردن را میفهمه. همین قدر این چه موش سفید ریشدار. استاد خیلی نگویم من لاتو بازی کردم با من یگان رقم های گفتگیش نبر اومدن. بله استاد من هم موش سفید رو در خوابم دیدم، گفت در این رقم ها پول گذار ماشین میبری، اما یگان چیز نبریدم استاد. بچه ها شما این موش سفید ریشدار را به قمار تبدیل داده اید. شما چه خیلی آدم هستید؟ خدایا توبه. البته که موش سفید ریشدار با شما شوخی میکند، اما با من خوش شوخی کردن ندارد. این موش سفید ریشدار با تو چی گفت؟ استاد راستی گفت من ندیدم اون موش سفید رو خودم. پسرم ندیده باشی برای چی میپرسی؟ میدیدی پس میپرسی. استاد مقصدی گفت همین که لاتو بازی کردن جایز است یا که نه همین رو بگویه؟ استغفرالله. نویس. یک دقیقه من همه نویسم. من هم. با شما چی شد؟ استاد شما نگفته بودید که من بیهوده سوالهای بیماری میدهم، رفتارم رو عوض میکنم. تمام ما نمیسیم، انا در همین جا خودش نمیسیم. مرا گوش کنید. در خوابتان اگر موی سفید ریشدار را بینید، من همین طور از ریشش داره. فهمم؟ این خیلی تکان دهید، رویش را سیله کنید، بگویید که ای بابا تو انسانها را رفتار خوب کردن را باید آموزی. من این خیلی نصیحت را باید کنی. میلش با بابا همین خیلی بگوید. فهمیدید؟ انیق همین خیلی گفتن. بله با باباها همین طور بگویید. باباهایتان را صاحب. این شب رو در خوابم بینم بعد میدونم با او چی گویم. خدا از شما راضی باشد استاد. از همه ما راضی باشد. از همه. استاد اگر اجازه دهید در حقتان دعا کنم. بکن اما در کنار. رو. تمام استاد بیا دوام دیگه من. زود بچه‌ها اوت رو میزنید. اوت تمام. زنش. مسابقه را دیگر روز دوام میدهیم بچه‌ها. بس این خانه هایتان درآید. زودتر. استاد شما حرف فی فوتبال رو نمیفهمید، چی شد با شما؟ این چی گپ است که فی اش رو نمیفهمیدم؟ تو چی گفته ایستاده؟ چند مرتبه بازی کرده، تلویزیون رو شکسته، دیرکتور اجازه نداد که بازی کنیم. پسرم بس کنید این گپا. تلویزیون رو شما میشکنید و من گناهکار. چیکار کرده ایستاده؟ روید زودتر. راست. زود بس این روید. از راستی تلویزیون رو من شکسته باشم. در یاد ندارم. यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना ओले 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 यो ओले ओले यो ओले ओले यो ओले यो ओले ओले यो ओले ओले यो तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जाके न सोता है क्या करूं हाय कुछ
कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है कुछ कुछ होता है कुछ कुछ होता है اما نخواد ماشین تا دم جمونیه. خب بچه ها، انسان صاحب عقل و اراده است. برای همین قابلیت فکر کردن و انتخاب کردن را صاحب است. برای همین از طرف خدا برای سنجش در زمین آفریده شده ایم. استاد من اینم رو یک سوال قرار کرده است، ممکن است پرسم؟ هجری دویم. پرس دخترم. استاد دعوت یک شخص رو رد بکنی جایز است؟ یا خدا، دعوت که کردن اجابت کردن در کن. البته که جایز نیست. اما استاد من امروز روز دارم، سبحان رو دعوت کردم اما او نمیوید. سبحان شرمنده، نخواد دعوت همین خیلی دختر رو رد کنی. سبحان، برای چی با دعوت دوستت نمی روی؟ چی می شود اگر استاد؟ یعنی من این خیلی جای ها رو آنقدر دوست نمی کنم. چون که دوست نمی داشته است. البته که دوست داشتنت مهم نیست، تو می توانی دوست نداری، اما را کمتر وقتت را خوش کن، بازی کن. چی میدونم پسرم، چشمانت کشاده می شود بعد است مگر؟ یعنی کشاده شدن چشمانت دلی دوستت رو نرنجان، به همین معنا گفتنی بودم. مایلش این خیلی باشد گفته شما شود استاد. ای استاد شما رو بسیار دوست می‌دارم. کم نشوی. استاد شما هم از روز می‌آیید؟ خدای تو با دعوت کنید چرا نآیم؟ استاد حتما بیاید استاد. استاد اما وزنین دم بگیریم گفتن امانت. خدای تو با وزنین دم گرفتن مرا ترساندنی هستی مگر؟ با یگان را حل می‌کنیم، تو خواطر نشو. مرحبا استاد، شما رو منتظریم، حتما بیایید. بله استاد، حتما بیایید. استاد شما جدی میگویید؟ ای پسرم، تو یگان بار جدی نبودن مرا دیدی؟ چی گپ است؟ دم گرفتن یعنی کمتر وقت خوش گذراندن. حق ما هم هست. یعنی چی گپ میشود؟ میرویم رقص میکنیم، دم میگیریم، بعد از آن آرامانه میخیزیم میرویم. خیر ما این را درس دوام میدیم. استاد رو دوست ما رو مسخره دارد بین. اگر تو هم با استاد دین چنین تکلیف کنی، او هم به تو همین خیلی جواب میگوید برادرم. من چیکار کردم؟ خب اما استاد دین در دیسکتیک چیکار میکنه؟ خب بچه‌ها، از جانب خدای تعالی در روی زمین با اراده خودش از جهت فکرانی‌مان، فراستمان نسبت به حیات یک قطار جوابگری ها وجود دارد. این را باید دانید. ای جنگیل است. موی را کم کردن نمیشود. استاد شما چه قبا موی بچسبیده؟ لبای خانم میلیز. چیز دامولا، من برای حال شما رو پرسیدن زنگ زدم. خانم میلیز، در اصل من هم به شما زنگ زدنی بودم. وقتی مساعد داشته باشه به خوراک شام رویم گفتم. خوراک شام؟ بهترین میشود. یعنی برای چی نی؟ خب نباشد کجا بودنش را شما انتخاب کنید. تمام دامولا، تا دیدار. تا دیدار. دختری خوب بوده است. رفتی مخمون. چی گفت؟ با من شوخی میکنیم؟ تو چه خیر؟ خوبم. وای چیز گفتنی هستم، بس میفهمم خوش اومدی. خوش باشد، تشکری زیاد. من میگویم که تو هم بگاه با زادروزی ملیکه بیو، در کلوب تشکیلی کلون میشود، دل خوشی میکنیم، هم شیناس میشویم. نمیدونم حالا، با استانبول نو آمدم.
اکم رو باید پرسم. این خیل نکن لطفا همه همسیفا اونجا میشویم. کاری کردم میریم. ای خرسند شدم. نباشد تو دیدار؟ بله تو دیدار. ای ملیکه فهمتی این دختر به زود روزش میوید دیوانه میشود. زود میویم. معلمه جان نبای معلمه جان امروز زود روزی من است. ما بگو با کلوب شبانه میرویم. شما هم میوید؟ ای بسیار شیرین هستید ملیکه جان. تشکری زیاد اما بسیار بند هستم نمیتوانم. معلمه استاد احمد هم میوید. تو چی گفتی؟ استاد احمد گفتی؟ بله معلمه. استاد احمدی من؟ بله معلمه. شبانه با کلوب شبانه میوید یعنی؟ انیقس معلمه میوید. ملیکه ایرا دختر تو در کجا میگردی؟ امشب برای تو شبی زور میشود. میلیز این چی تیاری مخصوص است؟ با کجا می روی؟ چی در هیجان هستی؟ با یک دوستم با میخورم. خدایا توبه کی است؟ وای دوست که تو رو اینقدر به هیجان آورده است؟ یک دوستم مادر جان. چرا چنین فکرها میکنی؟ هی تمام یگون چی نگفتم بس. تو رفت گرد استراحت کن از حد نگذرانی باز به همین هم وقتای آخر دیوانه شدی. مایلش بای بای. مایلش سلین جان بگو من تو رو رفته میگیرم. یک جای به کلوب میرویم. تا دیدار. به خدا بسیار زیبا شدم. یعنی جناب احمد به من بدم گیری میروی ها؟ عشقم فکر کردی من تو را در آنجا تنها میگذارم؟ این رو هم پوشیدن میخواهید خانم میجگان؟ به خدا بسیار خوش رو. به خدا بسیار زیبا. ای احمد خوشت میرود. عجبا دل این دختر رو میافته باشم یعنی میسته که برای خوراکشون خوردن خواهش دارد. اما میشود نه چرا نمیشده است؟ رفتیم برادر. کجا می رود این حاضر؟ عیب رو ندانسته باز خودش را آرا داده است. اما پرسم در حیاتم به هیچ چیز ذوق ندارم میگوید دروغگو. با کجای می روی رو؟ چی خیلی نباشد به نزد زیامن می روم. شود سنتون خواهش نکن. خودش دینا آمدی به استانبول چی خیل زاد رو چی خیل تشکیله؟ ای اکا جان لطفاً با هم سیفانم شلاف شدن میخواهم. نه میشود جانم خواهش نکن لطفاً این برای من ضرور است. من یک چیز بپرسم تو برای چی اینقدر تیار شدی؟ کی تو رو میبرد؟ با تاکسی نشسته میروم خودم. اکا جانی خوشرویی یگانه من رو نرنجان لطفاً. خب مالش نزدی بیتول میروم تو رو هم میبرم. اکا جان تو یک تایی در بازگشت میگیرم.
اینجا بسیار دخترای زیبا داشته است. جوجه های پری. زود روز مبارک. شعر رو بینه در افتاد آمد. دوستم این کس گفت استاد احمد رو در زمین نمیگذارد. البته که میمونه. چطور میکنم استاد احمد رو؟ ای دختر سکون آمد تو بخبر. میدونستم میایی. تشکری زیاد. آمادنی نبودم. همین خیلی میگذاشتم یک درایم دخترم به خاطر آن که تو خفه نشوی وگرنه اینجا با من پسر نیست. این قدر پرهیزکار نشد ها. وای امشب برای استراحتی تو من به همه کار آمادم. تو مهمان عزیزترین من هستی. نباشد زود روز مبارک. آی تشکری زیاد. رفتیم به نزد همسیفا. آی با اینجا میارم برو. چیکار میکنم دیدن این بیت؟ چه اومدی؟ امروز استاد احمد ما رو خیلی مسخره کردن. اوی ترسیدم. چی بوده است؟ با کلوب شبانه میرم میش لیکن یک چیز گویم ملکه باور کرد. سبستا نگوید البته که باور نکردم. بچه ها تصور کنید که حاضر استاد احمد از همین در با یک دختر زیبا وارد بشه. دیوانگی نکرد؟ اگر استاد احمد آید میجگان هم می آید. اونها عاشق و منشقند. استاد احمد تنها همراه معلمه میجگان می آید. همین خیلی شد. بودارم استاد احمد آمده است بی؟ واو دیجی فهمی ما خواستی حقیقت لیکن یک چیز گویم دوستان معلمه میجگان این رو بیند قیامت رو خواهی میکند. معلمه میجگان گرن کرد با معلمه. چیز دامولا من تلفنم رو در ماشین فراموش کردم. من رفته گیرم. تمام من هم روم. تنها نگذارم. تمام رفت. چه آمد دورا؟ سنان جان گوش کن ساعت 11 تو رو گرفتنی میایم مالش. تمام. چی شد خانم؟ دامولا خواهرتان در همین جا است. کی؟ بتول آنا در آنجا ایستاده است. بتول کی است؟ دامولا خواهرتان. یا اینکه به وی هم نگفته اید؟ چی را نگفتم؟ زنده بودنتان را. زنده بودنم را باید گویم؟ خودش چی گپ است؟ بیتول کی است؟ بیتول کی است؟ بله بیتول را نمیشناسم. چند بار گفتم من زهرا گفتنی کس را نمیشناسم، در حیاتم ندیدم. زهرا گفتنی کس در حیات من نیست. یزنه اونال بگم پدرم رویتان رو دیده باشم. کی؟ آنها کیستند؟ شما اکنون پروای زهرا را ندارید دامولا؟ من در موضوع زهرا گپ زدن نمیخوام. امروز هم پشت درم آمد دامولا زیاد داد زد. چرا نفهمیدم؟ در اینجا زندگی میکردید؟ کی؟ شما؟ قریب 1 سال در همین جا زندگی کردید کو؟ چه علاقه دارد خانم میلیس؟ من خانه دارم. برای چی در اینجا زندگی کنم؟ و شما هم آمده دیدید یک خانه زیبا دارم. از یزنه اونال هم نمیگریزید همیخی؟ خانم میلیس من برای چی از یزنه اونالتون گریزم؟ جنایتکار نباشم چرا گریزم؟ دامولا از برای خدا چرا حالا هم نمیشناسم میگوید همه را؟
چه کار کنم خانم میلیس؟ با آدمان ناشناس نیستش که مطمئن رفتار کنم؟ خانم میلیس لطفاً گویید بیتول کیست؟ خانم میلیس از شما میپرسم بیتول کیست؟ خانم میلیس از شما میپرسم بیتول کیست؟ جواب ده. دامولا وای من گفتنی بودم که چی؟ چی گفتنی بوده خانم میلیس؟ گپ زنید. خودم میپرسم. نه دامولا ایستید. وای من با کسی مانند کردم دامولا. با کسی مانند کردیم؟ خانم میلیس شما از من چیزی رو پنهان میدید؟ دامولا چرا پنهان کنم از شما؟ یا خدایا توبه بیهودگویی میکنید. من تلفنم رو افتاندم اون رو کوفته پیدا کنم. شما مرا انتظار نشوید. به داخل درآیید. شما روید من می آیم. روید من می آیم دامولا. میلش؟ خدایا توبه این خودش چی گپ است؟ اول میگوید خواهرت است بعدا میگوید با کسی مانند کردم. اینها چی میگویند؟ نفهمیدم. چه خیل آدمن اینها؟ مرسی لیلیس جان تشکری زیاد. استاد روبینه باز اومد. استاد احمد اومد. استاد احمد. استاد شما اینجا هستید بچه ها؟ استاد تشکری زیاد که رد نکرده اومده. این شبی با فراخر میشدم این خیلی رفیقا. استاد انتظار نبوده. ما فکر کردیم شوخی میکنید یعنی استاد دین با جای رقص و بازی نمیاد فکر کردیم. استاد وای دختره که زیبا کی است؟ استاد نخواد که شما معلمه میزگان رو خیانت کنید. چی خیل گپ میزنی تو پسر من؟ خدایا توبه چی خیانت است اینجا؟ چی گپ؟ استاد ببینید کی است؟ یا خدایا چه اینقدر چسبیدی به او؟ آخر حیران شدم. بچه ها چه حیران شدید؟ وای من نمیشه استاد کی است؟ کیست استاد؟ خدای توبه برای من دختری عمک دختری عمک است درست ها؟ دختری عمک. ولی استاد اینقدر دختری عمکی زیبا داره چرا شما از ما پنهان کرده تا این وقت؟ خدایا توبه من با شما چرا میگفتم که دختری عمکی زیبا دارم؟ تو دیوانه ای؟ این چطور شد استاد شما پیشتر این خیلی کلمه های دیوانه فلانی نمیگفتید تو؟ از این پس همین خیلی پیشتر میشتر نیست. در کجاست تورتتان؟ نمیخورید مگه؟ اومد تورت رو آوردم. اوی دختر یگان آرزو تو؟ میلیس هلو هم بیهودگویی میکند. سلین لطفاً با من درباره او کم نزد. یگان کس رو یا بده دیگر مرا آزار ندهد. نمیدونم چرا این دختر به تو اینقدر سخت میچسبد. نمیدونم. خدای توبه. ای دومولوزی و حفیظش را از دست داده است. شوخی نمی کند. برای همین ظهورا را تماما اهمیت نداد. دید فعلی نشناخت رو.
این خیل باشد هیچ به خاطر نمی آورد. زهرا از خاطرش برآمده است. همه‌اش تمام شد. یه استاد رو برعکس دعوت نمایی. بچه سبسته نگوی استاد احمد چه خیلی رقص میکنه. نگاه کن نگاه. استاد میگویم عجب استاد رقص کرده میتوانسته باشید. آمده با ما میده رقص کرده دم گیرید. ای آخر استاد معلم دین است چه خیلی رقص میکنه. نه بچه ها من نمیرقصم رحمت. این خیلی نمیشود استاد بیاید همراه ما برقصید. با خدا که بسیار خوب میشود دختر رو نرنجانید. استاد امروز روز تولد من است مرا نرنجانید بیایید لطفا. استاد او رو نرنجانید بیایید استاد دیگر علاج نداری. مجبور کردی. در رقص‌های شما گپ ندارم. چیزی نیست جنبیده ایستادیم خدایا توبه. و من چی شد؟ میده رقص دارم. به خود بیا احمد تو استادی استاد ولی زور رقص کرده ایستادم. من این خیلی رقص ها رو در کجا آموختم؟ از حیاتم چیزی رو به خاطر ندارم. ای استاد احمد رو بینیدم. استاد رو بین باورم نمی آید. بچه ها استاد احمد نیستیانه که استاد دینه و استاد رقص باشه. نشده است استاد؟ شد بچه ها همینش کافی است. همینش نمیرسه. اما استاد کمی بیشتر خوب رقصیدید کو؟ بایش حسام بود. دستانمون رو جنباندیم لرزیدیم تمام. استاد لطفاً مادامی که مجبور داری من رقصیدن رو از کجا آموخته؟ نمیدونم هر جا باشد از فیلم ها.